سلام بچه‌ها. امروز آموزش یک پیراهن ساده رو داریم که بدون الگو روی پارچه رسمش میکنیم. برای این کار من اومدم پارچه‌مو 4 لا کردم، قد بالا تنمو در نظر گرفتم. بعد از این کار اومدم 3 سانت از قد بالا تنه پایین اومدم، 9 سانت از سرشونه داخل شدم و حلقه گردن رو رسم کردم. 3 سانت از این قسمت پایین اومدم، خط سرشونه رو رسم کردم و 20 سانت پایین اومدم و حلقه آستین رو رسم کردم و از اینجا هم قد بالا تنه رو به این صورت قیچی کردم. این لباس بالا تنه پیش و پشت من آماده شد و برای حلقه گردن پیشم پارچه رو باز کردم و از این قسمت باز یه 3-4 سانت پایین اومدم که حلقه گردن پیش رو رسم کردم. برای آستین این لباس هم همین اندازه که از این قسمت پایین اومدم این قسمت رو در نظر گرفتم و یک حالت این شکلی به لباسم دادم و برشش زدم و این شد آستین لباس که اینم 4 لا کردم. و من برای این لباس میخوام یه مچی بدوزم که اینم از این قسمت پارچه رو 4 لا میکنم و به آستین لباسم میدوزم. امیدوارم از این آموزش خوشتون اومده باشه. برای دیدن آموزش های بیشتر کانال ما را دنبال کنید.